سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. روز من سر میشد، یعنی از خونه همسایه تلفن کردم، گفتن برای سومنک گیری. اومدم خونه همسایه به، یعنی بسیار خواهش شد که یک روزمه یعنی ویدیو کنم از صبحی صادق تا بیگه به چی کار و بار مشغولم. بیهد خواهش بسیار شد، امروز خواستم همین گونه یعنی ولاگ کنم. من آشتانم اینجا به سومنک ماندم، پس دیگه بیهد سومنکاشان نغز گذشت به خوش و خرسندی. من سرکی تلفن کردم، من تو من نگرفته برفتیم. گفتن رنگش هم خوش داشتن، مزهش هم نخشده است. که دامی خدام آمدن پیش که خانه ما پریر شب سومن نگمانده بودن، اولادشون قطعی بعد اومدم یعنی گرفته رفتیم برای پسیلکه رای کنیم، برای یعنی دوستان. این یعنی پاکیتانش همین برای کاندیترسکی نسات که و میشاک و چیزای لازمه یا زیاد کننده کار. راستش بسیار خواهش که یک روزمه یعنی پورا ویدیو کنم که من چه کارا که مشغول منم. از پاچتا سیار میکنم. پاچتا آمدم با کمپانی والبریس. من می فیرما یعنی اپل مارکت نمی‌نس کچات کنتون. نکه چیزاش نه. از آچارات بیستادیم. من چیزا کس کنید اینجا پریمیرش نیاش کلام مایده باشد ابراتنا میتید کاسه با یعنی کاسه یا که بعدی 20 روز بلوتنا میکردن همین رای. زی بعدی اما آچارات من پسود از کاس کردی راستی گفت 4 روز شد الکای. پسیلکه نه پسودو بدم یعنی وای کروسیا. Привет, красивая нашла посудочка скоробна. Она яни, мана пасилка грифна, мам خب پاکتاش خاطی میتیه. من خانه برده میکشون که چه با. اول بریس بروندم، خواستم کمتر مایده چیده کنم برای خامه. خالدلنیک بس نمیکنم. مغازه مریره. همه شهر مغازه مریره هست. نکنیم چه برای پخت و پز نشان میدیم. اینجا از من بگم چه لازمیه. من اینجا برای پختبه چیزای لازمه. رزرخلی تیل من ساخرنی پودره دراش من کرخمل کوکوروزنی کرخمل کارتوفل نی من لیمون برای چه کنم جای اکسوس استفاده می‌کنم من آرد خودش نکردنی مریره کنی بود. انا این آردش ناز نی تماما. من اینجا به کریمای خشکای بسیار سوال میشه درباره کریم. من اینها گلازورای روی پانچک باینه که کو انمون یعنی شکلات نمیشه سخت میشه. همون گلازورا اکسیش داد نرخش من 14 روبل. من اینجا به کریم‌های کریم شوی چه گم دیلالابای کریمی دیلالابای نرخش 24 روبل. این برای تارت گرفتن سیتی چاقچم گردین یکتاش بس نمیکنه یعنی نمیرسد. اینش هم من همین کریم بود. این کریمی تارتی و یک زبرنای نسخه کنید. من ترامیسو یک تارتی همون با کریم خوش. من اینش 99 برای اینکه کریمش توزیع نیست. یعنی گاتوی سمیسی تیار فقط شیر یا بخونکی میزنید کریم تیار. برای تارت 3 4 تا نمیگیرید نکی. من اینجا به کیکسای تیاره 99 کیکس همه چیزش تیار کردیم به شیر و مسئله کمتر همراه میکنید. اینجا من کاکائوی استروشکا ها در کار نبرن که من مغازه کاندیترسکی میگیرم. کرخمل اکچی نمیشه در کارش باید راستی که میگیرم. انا اینجا مغازه مریره ها با ملکه هم دیگه من کرخمل ها من تخم گرفتن دارم دم اصلا برای اینکه با تارت زکات شدگی تخم میگیرم اسیاگنالش میگیرم برای اینکه تخمش کلان چیزی میبینیم باشد نی سینه بوده نالاش یعنی استو با مایده است. من یعنی فهمیدم گفتن چه مایده چه مایده چه تخم چه برای من یعنی بیسکویت نالاش میگیرم موزیر استراستگاه اینجا نبوده یک کاش بوده سر کشوده میدونیم چه اکو بالم یعنی نالاش نه اگر برای گرفتن بیسکویت باشه میتونی نالاش گیری میشونیم تخم زرد باشه می زردش هم ناز برای اینکه زردیش بلند همه میگیرم مجبور نیست یاش مایده چه راستی های مریره من مثل پیشکه برای پختو پس 54 سان عکسی شود 39 روبل میشه اینجا بعد نه ها مسئله های تازه اینجا مسئله ملکا این ملکا های هم عکسی شود نرخش 39 روبل میشه این هم نقص ملکاش اینها برای کرمیل باین مزهش خیلی روباچکا ها بایو
خیلی چه گویم امی ها با استفاده برد که از خوردن به نغز نه برای پخت و پز نغز نه خوردن به تماما نغز نیم راستی گرد منه های با منه کریمی تیار اینم کریمش خیلی چه گویم پینه باید پاپوک باید خیلی کریم اینجا نمی ها منه بسیارتر با این خیلی هم نغز برای کریم زدن 89 روبل نرخش من خیلی چیزای لازم من گرفتم من به شیر основной من اینجا ها یعنی شیر سمیتانه اصلا همه شیر بسیارتر میگیرم برای اینکه شیرش نغز هم خیلی تیز ویران نمیشه اینها یک روز هم علاقه ویران میشه برای آنکه اینها صنعی شیرایی انا این نرخ نوای یعنی شهر مانا و سیبیرسک این یعنی پرودکت ها همون دیگه شهرابه هم هستو نگه نرخ همه جا هر خیل سانی سمیتانه زیلیان لوق میگیرم بسیارتر اما حوزه مریره اینجا بازی ندیسیم سانی بسیارتر راستی سمیتانه زیلیان لوق میگیرم اما حوزه مگنیت اینجا به ندیسیم راستی که من این سمیتانه هاشم نست که 15% برای خوردن من 20% قنم میگیرم 15% برای فرزنده من مایده چویده یعنی برای فرزنده یاگورت اکچی نمچی گیرم بعد رفته تارت میپزیم من رو راستی همه یاگورت برای همین صورته شده میخورم اما باشته بسیارتر همه میگیرم نکی میخورم همه ایمونیتیته اکتاشان خلق اکتاشان چلوک باو کیندیرا همه ارزنش 75 روبل و اینها شخصی اگرد راپورتاش بچه ها راسته که همه کیندیر به مردگی بازی کنکاش تکتگی با پاچه به درات حس میکنه گلای تگی دامی ما چخش روشته است من 4 تا نمیخواد اینه طبقچه نگاه کنید چقدر نازکه خوشرو آمده است یگانجاش اینه شکستگی نه دانش 200 یعنی 60 روبلی به غلطید یک تا نباشنده 4 تا نمیخواد اینه طبقچه شای میتونید اینه قند مونید یا که پیچینی من پیش بالکن ما با درختی سیب است بیاد خانمای سایه میکنه نگاه کنید چقدر گلش خوش شروعه خواستم بچه ها کمتر بیرون با باز کنن بهتر کنم من شفرم همینجا با این های نگاه کراسیم خداشونم بازی میکنه راستی و هوا تازه بود برامتن من عرقه یکتش آمد خوردیم بیاد به فیرمینی پیتزا راستی که چیزی باشد انداختیم من نمک سمیتانه من یک قاشق مایونز من شیری بودگی راستی که همین مایده چویده که خیلی دینیک به کم کم میماند همیشه همراه کنه یعنی پیتزا تیار میکنم من روغنی افقاد 3-4 قاشق همیشه یعنی آمیختم کنم یگانشی چینکی نیه مثلا همین دیده خودم که تیار کرسیم خیلی آلیتام نگاه کنه دگر آلیتام کنمشه دوتا پیتزا خواهید کرد دوسیته یعنی بسیارتر محصولاتش کنیده میشه واسه یعنی دوتا پیتزا چی مایده میشه اگر کلان کنم یک تا کلان میشه من کمتر یا разрыхлитель یا чайный сода من разрыхлитель گرم کمتر یعنی 2 گرم 3 گرم نمیده پیتزا تیار یعنی من سلفان کرده خالدرینگ میمونم تا یعنی من پیتزا تونو کرم یعنی ساوس تیار میکنم من مایونز کاتچوپ و بادرینگ اتیارکا میگذارم خود با خواهش خود میتونید یعنی تیار کنید یعنی طرز تیار کنی من انا این طور بعد من شروع مالیده میتونید چخیل اکو یعنی گریبی باشد می کلبسه باشد می چخیل خواهش خود که میمانید روش به من پیتزا تیار شد من یک تا تورت برای زکاس تیار کردم تورتی بیسکویتنی یعنی ریسپتش هست کانالی پخت و پسنده با انشالله با ریسپتش شروع کردم میفهمونم من تست یعنی تیار کردم برای اینکه وقتم کمتر تنگ بود عادی آرامیتیم من شکلات که آرادوسیم من این طور گردش شکلات میکنم کمتر یعنی گل میمونم برای اینکه هوا گرم یعنی گلی بسیار لازم نیست
کمتر آرو دادم. خیلی بعد من گلچه میمونم، گلی روزی، برای دخترچه، برای همین عادی گلچه میمونم. من این طرف من امروز یعنی امروزه روزی من تا ابیت یعنی کارم کوچبا بود. بعد ابیت من کمتر اوبارکی خانه ابیت من با تارت برای زکاس تیار کردم. روزهای نزدیک باز انشالله ولاگای بهترین میشه حتما با دستگیری شما. این بود امروزه ولاگ ما. باقی در پناه خدا دوستان تا ویدیوهای آینده.